17 سال تمام بود که هیچ کسی سراغم نیومده بود تا اینکه یه روز یه بسته بینامو نشون به دستم رسید. نه اسم فرستنده‌ای داشت، نه حتی آدرسی. داخلش فقط یه آلبوم قدیمی بود، پر از عکسای پدرم و یه زن جوون که هیچ وقت ندیده بودمش. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستید تندرستیتون برقرار باشه و حال دلتون عالی. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. و امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت مهیج هما رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم افتخار بدید و با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده دوست داشتنیمون باشید. اگه موافقید بریم با هم بشنویم. خاله نگاهی به من انداخت و گفت مهریه دخترام هر کدوم 114 تا سکه بوده. وقتی گفتم هما این دخترمه پس نمیخوام مهریه‌اش کمتر از دخترای خودم باشه. اگر موافق باشید مهریه‌اش 114 تا سکه باشه با یه آپارتمان که آقای حسام قصد داشت بعد از ازدواج به نام حسام بزنه که الان به نام عروس قشنگم میزنه. به 3 تا دخترام موقع ازدواج هزینه یه آپارتمان رو هدیه داده. مامان که انگار حرفای خاله حسابی به مزاقش خوش اومده بود گفت البته مهم خوشبختی و دل خوشه. پول و سکه و مهریه و این چیزا تضمین خوشبختی هیچ کس نبوده و نیست. اما خودتون میدونید هما تنها دختر منه و جز منم کسی رو نداره. واسه همین من باید بابت آینده‌اش خیالم راحت باشه. من با میزان مهریه مشکلی ندارم. باقی موارد به خود هما بستگی داره. خاله با هیجان گفت خب بذارید یکم هم نقش مادر دومادو بازی کنم. اگر موافق باشید بچه‌ها برن با هم یکم حرف بزنن. به هر حال حرف یوم زندگیه. باید همه جوانبش رو در نظر بگیریم. با موافقت مامان پشت سر حسام به سمت حیاط رفتم. حسام اشاره‌ای کرد تا روی تاب حیاط بشینم و خودش با فاصله ازم لبه استخر حیاط نشست و گفت عجب مادری دارم منو. به خدا یه جوری جدی برخورد کرد عرق سرد نشست رو تنم. انگار نه انگار اومدم خونه بابام خواستگاری. لبخندی زدم و گفتم من میتونم یه سوال بپرسم؟ البته اومدیم اینجا سوالاتو بپرسیم. مکسی کردم و گفتم میخوام بدونم چی شد که یه دفعه اینقدر نظرت نسبت به من عوض شد؟ توی من چی دیدی که اون حس نفرت تبدیل به عشق شد؟ حسام از جا بلند شد. اومد پشت تاب ایستاد و همونطور که آروم تاب و هل میداد گفت اولا که حس من به تو اصلا نفرت نبود. من بیشتر بابت یه سری از حرفا و پافشاریه مادرم نسبت به تو جبهه گرفته بودم. میدونی من همیشه اینجوری بودم که اگر یکی میگفت این کار برات خوبه یا مثلا این لباس برات مناسبه لج میکردم و هم دست از اون کار میکشیدم، همون لباسا انتخاب نمیکردم. یه جورایی همیشه میخواستم خود رای بودنم رو به همه نشون بدم. میخواستم همه بفهمن این منم که انتخاب میکنم. منم که تصمیم میگیرم چه راهی رو برم و چه کاری رو انجام بدم. وقتی مادرم از قبل اومدنت رو تو گوشم خون که بهترین گزینه برای ازدواج با دختر خالته، از همون روز اول نسبت بهت جبهه گرفتم. با خودم گفتم این دختر حوری و پریم که باشه من ابدا نمیخوامش. هرچی اصرار مادرم بیشتر میشد لجبازی منم بیشتر میشد. وقتی هم دیدم تو اون رفتار عجیب رو از خودت نشون دادی با خودم گفتم عجب لقمه‌ای مادرم برام گرفته. این دختر یه تختش کمه. بعدم که هرچی اصرار مادرم بیشتر میشد من بیشتر ازت فاصله میگرفتم و تلاش میکردم پا تو خونه نذارم تا نبینمت. حتی تلفن‌های مامان رو یکی در میون جواب میدادم. چیز خاصی هم از گذشته تو نمیدونستم. فقط میدونستم خاله هانیه بعد از چند سال دختری که خیال میکرده مرده رو پیدا کرده. وقتی آقا سلمان فوت شد و خاله اومد اینجا و بعد با هم برگشتید کنجکاو شدم از گذشته تو و خاله بدونم. یه روز در نبود شما مامان با گریه و غصه نشست از بچگیاشون، از فرارش با پدرم و از زندگی هانیه تو دوران جنگ برام گفت. از سختیایی که تو کشیدی، از ظلمایی که به تو و هانیه شده. راستش بعد از شنیدن این ماجراها عمیقا ناراحت شدم. حتی لحظه‌ای نمیتونستم خودم رو جای تو بذارم. تو اونقدر دختر قوی بودی که ناخودآگاه توجه منو به خودت جلب کردی. البته منکر نمیشم که به هم زدن رابطم با آخرین دوست دخترم تو توجه کردم به تو بی تاثیر نبود. سعی کردم این بار تو رو از نگاه خودم بشناسم، نه به خاطر سفارش‌های مادرم. واسه همین بود که رفت و آمدم رو بیشتر کردم. میخواستم بیشتر ببینم تو، بیشتر بشناسمت. کم کم حس کردم از دختری که در اوج غم حواسش به همه هست خوشم اومده. انگار هر بار که میدیدمت
علاقم بیشتر میشد. واسه همین بود که جرأت به خرج دادم و پا پیش گذاشتم. راستش بعد از آخرین باری که مامان با خاله صحبت کرده بود و خاله یه جورایی آب پاکی رو روی دستش ریخته بود، مامان دیگه به من اصراری نکرده بود. همه اینا دست به دست هم داد تا من همای واقعی رو بشناسم. نمیگم عاشق شدم، اما بهت علاقه دارم و دلم میخواد این علاقه و احساس اگر دو طرف هست رابطه بینمون رسمی بشه. راستش حرفاش تا حد زیادی قانعم کرد. هرچند هنوز شکی تو دلم بود که ربطش میدادم به بدبین بودن ذاتی خودم. اگر میخواستم منطقی فکر کنم، حسام بهترین گزینه مورد نظر بود. از همه لحاظ ایدئال بود و واقعا هیچ مورد منفی توش وجود نداشت. حسام خودش رو به سمتم چرخوند و گفت: عروس خانم. توضیحات بنده کامل بود. با خجالت سرمو پایین انداختم و با شک و تردید اندکی که ته دلم بود ولی آرومی گفتم: خسته از روز شلوغی که داشتم، چند تا از پاکت‌های خریدو برداشتم و منتظر موندم تا حسام ماشین رو پارک کنه. حسام از ماشین پیاده شد و باقی خریدا رو برداشت و قرولند کنان گفت: به من نگفته بودن زن گرفتن انقدر سخته. خندیدم و گفتم: گیریم بهت میگفتن. مثلا میخواستی چی کار کنی؟ شونه ای بالا انداخت و گفت: قید زن گرفتن رو میزدم. بعدم که صورت خشمگین منو دید خندید و گفت: من غلط بکنم سرکار خانم. اصلا هر امری شما بگید بنده اجرا میکنم. بعدم زیر لب جوری که من بشنوم گفت: یعنی اگر از جونم سیر نباشم قطعا اجرا میکنم. سری به نشونه تأسف تکون دادم و به سمت ساختمون اصلی رفتم. 1 ماه از خواستگاری کردن حسام گذشته بود و به دستور خاله در تدارک خرید عقد و عروسی بودیم. پدر و مادر حسام و مامان بعد از کلی گشتن خونه مناسبی تو همون محله پیدا کرده بودن. یه خونه 2 خوابه بزرگ 160 متری که طبقه دوم ساختمون تازه ساخت بود. تایید نهایی رو من دادم و آقا ایوب ملک رو معامله کرد. اونجا بود که فهمیدم تو اون کشور از لحاظ قانونی هیچ ایرانی نمیتونه مالک ملک زمینی بشه. واسه همین آقا ایوب خونه رو به نام کفیلشون که کویتی بود زده بود و بعد کاغذی بین چند آدم معتبر نوشتن و امضا زدن که این ملک از لحاظ شرعی متعلق به منه، اما مالکیتش به نام کفیلشونه. حسام میگفت حتی خونه پدریش هم به نام همین کفیله و کاغذی بینشون نوشته شده تا اون کفیل نتونه ملکو بالا بکشه. هرچند حسام میگفت کفیلشون اونقدر پول داره که این خونها اصلا چشمش رو نمیگیره. ظاهراً هم مرد خوبی به نظر میومد. مدام با کلمات کمی که از فارسی بلد بود به ما تبریک میگفت و به شوهر خالم تاکید میکرد که حتما واسه عقد و عروسی دعوتش کنیم. خونه با سلیقه ما خریده شده و به درخواست خاله ترجیح دادیم فعلا خالی بمونه و حسام خودش خونه دیگه‌ای واسه سکونت پیدا کنه. حسام که خونه رو پیدا کرد، بعد مامان و خاله شروع به خریدن وسایل خونه کردن. مامان میگفت میخوام وسایل خونه رو به عنوان جهیزیه برات بخرم، اما خالت با اصرار تمام وسایل رو خودش حساب کرد و اجازه نداد قرونی خرج کنه. همین کارا خیال منو راحت میکرد که خاله و خانواده‌اش از ثروت عظیمی که به نام من هست خبر ندارن. تصمیمم نداشتم تا ابد این راز و مخفی نگه دارم. میخواستم بعد از ازدواج ماجرا رو واسه حسام بگم. به هر حال اون شریک زندگی من بود و نمیتونستم همچین موضوع بزرگی رو ازش مخفی کنم. انتخاب خونه و تجهیز وسایلش حدوداً 40-50 روزی زمان برد و بالاخره تیر ماه اون سال همه چیز برای برگزاری مراسم آماده شد. خواهرای حسام برای مراسم اومده بودن و خونه خاله حسابی شلوغ بود. خوشحال بودم که مامان دور شلوغه و نبودنای من کمتر به چشمش میاد، چون روزای آخر همش در حال بدو بودیم. از خرید لباس و کفش بگیر تا هماهنگی سالن و آرایشگاه که همش رو دوش من و حسام بود. یکی از خواهرش که شاغل بود، 2 تای دیگه هم سرشون گرم کارای خودشون بود و علنا هیچ کمکی نداشتیم. مراسم عقد و عروسی بسیار عالی برگزار شد. انگار تو آسمون ها بودم. لباس عروس سفیدم باب میلم بود و موهای بلند و سیاهم بالای سرم جمع شده بود. مراسم اونقدر خوب و بی‌نقص بود که باورم نمیشد. حسام بعد از عقد رفتارش صمیمانه‌تر شده بود. مدام کنارم بود و در حالی که دستش دور کمرم حلقه شده بود، دوستای عرب زبانش رو بهم معرفی می‌کرد و منو تو سالن میچرخوند. حالم خوب بود. دیدن رفتار عاشقانه حسام، لبخند رضایت هانیه و خاله و برق شادی تو چشمای خواهرای حسام همه بهم نشون میداد که این یه ازدواج درسته. همین که حسام بعد از عقد با محبت‌تر شده بود برام کافی بود. همش ترس اینو داشتم که این جمیل بعد از عقد ازم کناره بگیره و بهم بی‌محلی کنه. خاطره شیرین مراسم اون شب تا مدت‌ها تو ذهنم مونده بود.
بعد از مراسم با بدرقه مامان و خاله و چند تا از اقوام عمو ایوب به خونمون رفتیم. خونه‌ای که خیلی مرتب و قشنگ چیدمان شده بود. اما من از اضطراب و نگرانی اون شب تمام بدنم یخ کرده بود. حسام که در واحد بس اونقدر ضعف داشتم که ناخواسته روی مبل نشستم. حسام با نگرانی نزدیک شد و گفت: چت شد هما جان؟ حالت خوبه عزیزم؟ نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم: خوبم، فقط یکم خستم. حسام کنارم نشست و با دقت مشغول باز کردن گیره های موهام شد و همزمان گفت: اگر میدونستم تو عروسی اینقدر کاسب میشم سالی یه زن میگرفتم و چپ چپ نگاش کردم. خندید و بوسه‌ای به گونم زد و گفت: من غلط بکنم، همین یکی رو هم با سلام و صلوات بهم دادن. اون شب انتظار شب عاشقانه‌ای از حسام داشتم، اما نه حرف عاشقانه‌ای شنیدم نه رفتار با محبتی. اون شب با خودم حسابی کلنجار میرفتم. میگفتم حتما بعد از اون همه دوست دختر خارجی من به چشمش نیومدم، واسه همین رفتارش اینطوره باهام. حس خیلی بدی داشتم. حس کم بودم برای پسری که میدونستم تجربه های زیادی تو گذشتش داشته. واسه اینکه بغضم و فرو بخورم و حسام چیزی متوجه نشه، پا شدم رفتم تو آشپزخونه واسه خوردن آب. چند دقیقه همونجا نشسته بودم که سر و کله حسام پیدا شد. با دیدن من اخمی کرد و گفت: چرا نمیای بخوابی؟ روم نمیشد چیزی بهش بگم. هنوز اونقدر باهاش راحت نبودم. واسه همین به سختی لبخندی زدم و گفتم: میام. یکم سرم گیج میره، خواستم بشینم. اینو گفتم و جلوتر ازش از آشپزخونه بیرون زدم. جلوی در اتاق که رسیدم از پشت موهامو بوسید و زمزمه کرد: دوست دارم هما، خیلی دوست دارم. اینو میدونی دیگه. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حساسیتم رو کنار بذارم. با خودم گفتم شاید مدل حسام اینجوریه. همه که قرار نیست مدام قربون صدقت برن و رفتار و کلامشون عاشقانه باشه. مهم این بود که دوستم داشت، که اگر نداشت دلیلی نداشت بیاد بغلم کنه و اینو در گوشم سمسمه کنه. اون شب تا خود صبح با فکر کردم به اینکه حسام واقعا دوستم داره خیلی راحت خوابم برد. فردای اون روز با حس دستی که صورتم رو نوازش میکرد چشم باز کردم. حسام با لبخندی محو بالای سرم بود. چشم بازم رو که دید اشاره‌ای به ساعت کرد و با صدای گرفته‌ای گفت: ساعت از 12 گذشته عروس خانم، نمیخوای پاشی؟ مامانم و خاله اینجان. سریع از جا بلند شدم و نشستم و هر زده گفتم: کی اومدن؟ چرا زودتر بیدارم نکردی؟ وای من با این ریخت و قیافه کجا برم؟ و بی توجه به اینکه حسام چی میخواد بگه بلند شدم و تون تون دست و صورتمو شستم و لباس مناسبی تنم کردم. وارد سالن که شدم اول چشمم به خاله افتاد. با دیدنم هیجان زده از جا بلند شد و به سمتم اومد. الهی قربونت برم. به خدا از ذوق دیشب تا صبح خوابم نبرد. باورم نمیشه که عروسم شده باشی. الهی خوشبخت بشید. بغلش کردم و بوسه‌ای به صورتش زدم و بعد تو آغوش گرم و امن مامان فرو رفتم و ناخودآگاه زدم زیر گریه. شب قبل موقع خداحافظی به زور جلوی گریه‌مو گرفته بودم، اما حالا با دیدن صورت نگران هانیه دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم. مامان منو از بغلش بیرون کشید و بین گریه لبخندی زد و گفت: الهی قربونت برم، گریه نکن جونم. بعد از عمری دیشب اولین شبی بود که تونستم با خیال راحت و بدون دارو بخوابم. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم. حسام با محبت دستورشونم انداخت و بوسه‌ای به گونم زد و گفت: از این به بعد خیالت راحت باشه خاله جان. هما جون منه. بهتون قول میدم این چشما مراقبش باشم. خاله با محبت دستمو گرفت و گفت: تا خاله خواهرزاده یکم اختلاط میکنید ما بریم تو آشپزخونه. بعدم دستمو گرفت و منو به سمت آشپزخونه کشون. وارد که شدیم چشمم به سینی گرد بزرگی افتاد که توش انواع و اقسام خوراکیا بود. از خامه و کره و عسل و مربا تا مغزیجات و چند مدل حلوای مخصوص عربی و بطری آب میوه و تخم مرغ و هزار جور چیز دیگه. با تعجب گفتم: این همه خاله؟ خاله صندلی رو کنار کشید و مجبورم کرد بشینم. همشو باید بخوری عزیزم. تو جوونی، میتونی. بخور تا جون بگیری. نشستم و شروع کردم به خوردن که خاله آروم کنار گوشم گفت: میگم هما جان، منم عین مادرت عزیزم. دیشب که مشکلی نداشتید. با شرم زمزمه کردم: نه مشکلی نبود. خاله اما انگار دلنگران باشه روی صندلی کنار دستم نشست و گفت: به من راستشو بگو هما جان، هیچ مشکلی نداشتی؟ سری تکون دادم که یعنی نه، اما خاله هنوز نگران بود. کمی دست کرد و با تردید گفت: میگم هما جان، یه چیزی بهت بگم، ناراحت نمیشی ازم؟ سوالی نگاش کردم.
مکسی کرد و نگاهی به در آشپزخونه انداخت تا کسی نباشه و گفت میشه، یعنی میگم ببین هما جان، به خدا قسم تو عین دخترمی. اینو از ته دلم میگم. ولی حق بده نگران باشم. درسته؟ میخوام اگر میشه، یعنی ملحفه روی تختتون اگر میدونستم میخواد چی بگه. متوجه حرفش شدم. با حیرت نگاش کردم و بهت زده گفتم شما به من اعتماد ندارید خاله؟ خاله سری گفت به جون حسامم قسم، از چشمام بهت بیشتر اعتماد دارم. اصلا بحث اعتماد من به تو نیست. یعنی برای من اصلا مهم نیست. نمیدونم چطور بهت بگم هما. ببین عزیزم، من میدونم حسام قبل از تو با دخترای زیادی بوده. میدونم هم تو قبلا ازدواج کردی و مدتی باهاش زندگی کردی. فقط چون مادرت قبل از عقد بهم گفت که اون مرد بهت دست نزده، این خواسته رو ازت دارم. خواسته من از سر بی‌اعتمادی به تو نیست عزیزم. من فقط میخوام مطمئن شم. نذاشتم حرفشو تموم کنه. خیلی بهم برخورده بود. با دلخوری از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. اصلا نمیفهمیدم منظور خاله از این حرفا چیه. شاید اگر یه غریبه مادر شوهرم بود و این حرفا رو میزد، دلخور نمیشدم. اما از خاله خودم که عین مادرم دوستش داشتم، همچین توقعی اصلا نداشتم. ملحفه تختو که دیشب عوض کرده بودم، از توی سبد چرکای حمام برداشتم و خواستم برم سمت آشپزخونه که چشمم به خاله افتاد. با نگرانی جلوی در اتاق ایستاده بود. اخمای در همه منو که دید، اومد سمتم و گفت به روح آقام قسم، من حتی ذره‌ای بهت شک ندارم و نداشتم. من فقط میخواستم مطمئن بشم همه چیز درست پیش رفته عزیزم. خودت دیدی که حسام چطور یه دفعه نظرش در مورد ازدواج با تو عوض شد. به من حق بده نگران باشم. همش فکر میکردم شوی سر لج و لجبازی با ما بخواد باهات ازدواج کنه و اصلا سمتت نیاد. خدا رو شکر که میگی همه چیز خوب بوده. به خدا دیشب هم از ذوق و هم از نگرانی خواب به چشمم نمی اومد. بعدم جلو اومد و ملحفه رو ازم گرفت و بوسه‌ای به صورتم زد. الهی قربونت برم. ازم دلگیر نشو. بذار به پای نگرانی مادرانه. انقدر گفت و قربون صدقم رفت تا بالاخره تونست دلخوریم رو رفع کنه. بعد از صحبت‌های خاله و نصیحت کردناش با هم برگشتیم تو سالن. وارد سالن که شدم متوجه صورت غرقش که هانیه و چشمای سرخ شده ی حسام شدم. با تعجب گفتم چیزی شده؟ مامان چرا داری گریه میکنی قربونت برم؟ مامان بین گریه هاش لبخندی زد و گفت داشتم یکم از گذشته ها واسه حسام میگفتم. میخوام بدونه تو چقدر برام با ارزشی و حسابی هوا تو داشته باشه. لبخندی زدم و کنارش نشستم و محکم بغلش گرفتم. خاله هم رفت سینی صبونه رو آورد و 3 نفری تا میتونستن از هر چیزی که تو سینی بود به خوردم دادن. بعدم خاله سفارش کرد استراحت کنم و گفت نهار رو خودش برامون میاره. با رفتن خاله منم رفتم تو خوراکیای مونده رو بذارم تو یخچال. حسام پشت سرم اومد تو آشپزخونه و با کنجکاوی گفت مامانم چیکارت داشت 1 ساعت پیشت بود؟ نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم چیز خاصی نبود. یکم نگران دیشب بود. خب تو چی بهش گفتی؟ خیالش راحت کردی که همه چیز خوب بوده و مشکلی نبوده؟ سوالش برام عجیب بود. ولی بدون اینکه بحث رو کش بدم گفتم آره خب خیالش راحت کردم که همه چیز خوب بوده و نیازی به نگرانی نیست. حسام آهنی گفت و خودش رو روی تخت انداخت و با سرخوشی گفت زن گرفتنم بد نیستا. بعد از عمری یه روز تونستم تا لنگ ظهر بخوابم. چپ چپ نگاش کردم و گفتم حالا تو هم هی معایب و مزایای زن گرفتن رو بگو. چه خبرته؟ زندگیم با حسام خیلی بهتر از چیزی بود که فکر می‌کردم. دوستم داشت. به هم توجه می‌کرد و این توجه توی جمع خانوادگی خیلی بیشتر می‌شد. هر چیزی ازش می‌خواستم نه نمی‌گفت. نه با رانندگی یاد گرفتنم مخالفتی کرد و نه با کلاس زبان انگلیسی و عربی رفتنم. خاله اما انگار همیشه نگران ما بود. هر بار منو تنها گیر می آورد، سوال جوابم می کرد که رابطه‌ام با حسام چطوره؟ رفتار حسام تو خونه با هم چطوره؟ حس می کردم این نگرانی و سوال جواب کردن اما اصلا عادی نیست. اما خب خاله بود و نگرانیای دائمی که تمومی نداشت. یادم 1 ماه از ازدواجمون گذشته بود. همه چیز عالی و خوب بود. کلاس رانندگی که از اهواز شروع شده بود و نیمه تمام مونده بود رو ادامه میدادم و در کنارش هفته 2 جلسه کلاس زبان انگلیسی و عربی داشتم. سرم و حسابی گرم کرده بودم و قید کنکور و دانشگاه رو هم زده بودم. حسام میگفت به محض اینکه زبانت قوی شد میبرم تو باشگاه کنار خودم کارای ثبت نام رو انجام بدی. مامان هنوز خونه خاله زندگی میکرد و برای خونه سوا گرفتن حریف خاله نمیشد.
خاله میگفت من کل روز تنهامو نمیذارم مادرت خونه سبا بگیره. خیالم بابت مامان راحت بود. میدونستم خاله حسابی هواشو داره و نمیذاره بهش بد بگذره. مدام با خودش میبردش تو دور همیا و مامانم که از قبل عربی بلد بود اصلا تو صحبت کردن مشکلی نداشت و راحت با همه ارتباط میگرفت. یادم اون روز نشسته بودم روی مبل و داشتم کانالای تلویزیون رو عوض میکردم که در خونه باز شد و سر و کله حسام پیدا شد. با دیدن من نیشخندی زد و جواب سلامم رو به سردی داد. بعدم پاکتی روی میز گذاشت و گفت بیا هما خانم، بیا به شوهر تبریک بگو. با کنجکاوی از جا بلند شدم و گفتم چیه؟ حسام روی صندلی نشست و پاکت رو باز کرد. یه ماشین جدید معامله کردم. یه شاسی بلند آنچنانی. همون ماشینی که عاشقش بودم. یه لندکروز مشکی. ابروی بالا انداختم و گفتم به سلامتی. گنج پیدا کردی؟ پوزخندی زد و گفت تازه تونستم باقی سهام باشگاه رو هم صاحب شم. البته که به نام من نشده و به نام کفیلمه. کسی که خودم معرفی کردم و بهش اعتماد کامل دارم. نه کفیل بابام که گوش به فرمان اونه. الان دیگه هیچی نمیخوام. حاضرم نیستم به احدی باج بدم. گیج شده بودم از شنیدن حرفاش. نمیفهمیدم منظورش چیه. واسه همین گفتم منظورت از باج دادن چیه؟ مگه به کسی باج دادی؟ از روی صندلی بلند شد. کنترلو برداشت و رو کانال آهنگ گذاشت و بعد خودش رو روی مبل انداخت. دستش رو پشت سرش حلقه کرد و با سرخوشی گفت آقا حسام دیگه اونقدر داره که توپم تکونش نده. کنارش نشستم و گفتم منظورت چیه حسام؟ چرا واضح حرف نمیزنی؟ نیم نگاهی به هم انداخت و چیزی گفت که احساس کردم دنیا دور سرم چرخید. یعنی دیگه جایی تو زندگیم نداری هما خانم؟ دیگه تموم شد نقش بازی کردن. با وحشت نگاش کردم. صدای قلبم رو به وضوح میشنیدم. حس میکردم همه چیز داره دور سرم میچرخه. چنگی به یقه لباسم زدم تا راه نفسم رو باز کنم. من دوستش داشتم. من احمق این مرد هیله‌گر رو دوست داشتم. عاشقش شده بودم. دل بسته بودم به محبت و یگاه و بیگاهش. به سختی آب دهنم رو قورت دادم و خواستم حرفی بزنم که صدای زنگ تلفن پیچید تو گوشم. تلفن درست کنار دست من بود. با همون حال گیج و منگ برگشتم و تلفن رو برداشتم. هنوز صدای حسام تو گوشم زنگ میزد. گفته بود دیگه جایی تو زندگیش ندارم. گفته بود نقش بازی کردنش تموم شده. حس می‌کردم دارم کابوس می‌بینم. یه کابوس تلخ و وحشتناک که بیدار شدن و رها شدن ازش سخت بود. صدای زنی از پشت تلفن میومد. صداشو میشنیدم اما نمیفهمیدم چی داره میگه. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. با خودم گفتم حتما حسام شوخی کرده. حتما سر به سرم گذاشته. وگرنه مگه میشه یه نفر جوری نقش بازی کنه که طرف مقابلش رو عاشق خودش کنه. حسام طوری با من رفتار میکرد که حتی هانیه رو هم تونسته بود قانع کنه که چطور عاشق منه. کمی که به خودم مسلط شدم تازه صدای گریه خاله رو از پشت تلفن شنیدم. با صدایی که به زور از حلقم خارج میشد گفتم خاله چرا گریه میکنی؟ الهی قربونت برم. بیا بیمارستان. همین الان. وحشت زده گفتم چی شده؟ مامانم خوبه؟ کدوم بیمارستان؟ حقیق خاله اوج گرفت. حسام با نگرانی تلفن رو از دستم کشید و کمی بعد تلفن رو گذاشت. بازوی یخزده منو گرفت و مجبورم کرد بلند شم. پاشو باید بریم بیمارستان هما. خاله حالش بد شده. این عروسکی منو دنبال خودش کشون. با همون بلوز و شلوار خونگی دنبالش راه افتادم. داشتم دیوونه می شدم. دیگه بس بود. درد و غم واسه من بس بود. کل مسیر تا زمان رسیدم به بیمارستان مات و مبهوت به روبروم نگاه می کردم. حسام با سرعت بالا از لای ماشینا لایی می کشید و من بهت زده به روبروم خیره شده بودم. کمی بعد ماشین جلوی بیمارستانی نگه داشت. اگر حسام دستمو نمی گرفت و منو با خودش نمی برد حتی توان راه رفتن رو هم نداشتم. با راهنمایی پرستار وارد راهروی بلندی شدیم. انتهای راهرو خاله و عمو ایستاده بودن. خاله مدام گریه می کرد و عمو حسابی اخماش تو هم بود. به سختی بازومو از دست حسام کشیدم و نزدیک شدم. خاله، مامانم کو؟ گریه خاله که شدت گرفت چنگی به لباس عمو زدم و نالیدم. عمو، مامانم کو؟ کجاست؟ زنده است. مگه نه؟ آره عمو. عمو ایوب با ملایمت دست دورشونم انداخت و گفت آروم باش عزیزم. زنده است. خدا به همون رحم کرده. بیا بشین که رنگ به صورت نداری. بعدم تشری به خاله زد. بس صدیقه.
ببین دختر بیچاره رو چی به روزش آوردی؟ مگه نگفتم چیزی به هما نگو. خاله اما با گریه گفت دخترشه. اگه هانیه هما رو ببینه حالش خوب میشه. تو رو خدا ایوب یه کاری بکن. نزار خواهرم از دست بره. اینو گفت و نشست زمین و گریهش اوج گرفت. اگه بلایی سرش بیاد من دق میکنم. به خدا قسم دووم نمیارم. حسام به سختی خاله رو بلند کرد و با تشهر پرستار بردش بیرون. با نگرانی رو به عمو گفتم چی شده عمو؟ چی به سر مامانم اومده؟ والا منم دقیق نمیدونم چی شده. صدیقه میگفت بعد از صبحونه رفته تو اتاق استراحت کنه. چند دقیقه‌ای که میگذره دلشوره میافته به جون صدیقه و میره بالا سری به مادرت بزنه که میبینه بیها روی زمین افتاده. سری زنگ میزنه آمبولانس بیاد. از اون ورم منو خبر کرد. نگران نباش دخترم. اینجا بیمارستان خوب و مجهزیه. دکترش گفته باتری قلبش دچار مشکل شده و در تلاشن مشکل رو برطرف کنن. همزمان با تموم شدن حرف عمو در سفید روبرون باز شد و چند مرد و زن بیرون اومدن. عمو سری رفت سمتشون و به زبون عربی چیزی بهشون گفت. نفهمیدم چی جوابشو دادن که سری تکون داد و تشکر کرد. سری گفتم چی شد عمو؟ حالش خوبه؟ میتونم ببینمش؟ فعلا تحت مراقبته. میگن اجازه ملاقات نداره. با گریه روی صندلی نشستم. طاقت این غمو نداشتم. نمیتونستم از دستش بدم. اونم درست زمانی که حسامون حرفا رو به هم زده بود و میگفت دیگه نمیخوامت. و من تو اون دنیا هیچ سرپناهی جز هانیه نداشتم. 3 روز تموم مادرم تو بیمارستان بستری بود و به همون اجازه ملاقات نمیدادن. تو اون 3 روز با اصرار خودم فقط واسه دوش گرفتن میرفتم خونه. نه چشم دیدن حسامو داشتم، نه جون تنها گذاشتن و دور شدن از مادرم رو. روزی 5 دقیقه دکتر اجازه میداد با لباس مخصوص برم بالای سرش. مادرم بیهوش بود، اما همین که میدیدم نفس میکشه و قلبش هر چند نامنظم ولی میزنه برام کافی بود. حسامم برخلاف اصرار خاله خیلی مایل به برگشت من به خونه نبود. ترجیح میداد من تو بیمارستان باشم. انگار راست میگفت. کل اون مدت نقش بازی کرده بود و هیچ علاقه‌ای به من نداشت. حسام عوضی اونقدر خوب نقششو بازی کرده بود که مولای درسش نمیرفت. منم اونقدر زخم خورده بودم که دیگه بدونم جریان چیه. حدس میزدم به خاطر همون ماشین و صاحب شدن سرمایه کامل اون باشگاه باشه. میدونستم هم ماشین رو عمو براش خریده، هم تو خرید سهام باشگاه کمکش کرده. واسه همین تن به ازدواج من داده بود. حالا میفهمیدم نگرانی خاله فردای عروسیمون به خاطر چی بود. خاله حسام رو مجبور کرده بود با من ازدواج کنه و در قبالش بهش وعده پول داده بود. و حسام بدتینت و طمعکار صدقه سر ازدواج با من هم خونش رو عوض کرد و اما اجاره 1 سالش رو جلو داد، هم صاحب ماشین مورد علاقه شد. بدون اینکه مجبور بشه ماشینش رو بفروشه و هم تونه سهام باشگاه رو تمام و کمال 100% به نام خودش کنه. انقدر اون مدت فکر کرده بودم و قطعه های پازل رو کنار هم گذاشته بودم که دیگه همه چیز عین روز برام روشن بود و عجیب بود برام که چطور زودتر از اینا نفهمیدم ماجرا از چه قراره تا خودم رو وارد اون زندگی لعنتی نکنم. تغییر رفتار ناگهانیش و عاشق شدن سوریش. بعد جور گول خورده بودم و این بار خاله رو مقصر میدونستم. حق نداشت به زور حسام رو مجبور به ازدواج با من کنه. حق نداشت منو بازیچه دست پسرش کنه. اونم منی که میدونست چقدر تو زندگی آسیب دیدم، چقدر زخم خوردم و چقدر بدبختی کشیدم. اصلا چرا باید اون واسه پسرش تصمیم میگرفت که کی رو واسه ازدواج انتخاب کنه؟ نهایتاً باید یه پیشنهاد میداد و رد میشد، نه که اونقدر اصرار کنه و وعده پول و پله بده که پسر طماعش این بلا رو سر زندگی و جوونی من بیاره. واسه همین حتی دلم نمیخواست کلمه‌ای با خاله حرف بزنم. خاله کم حرفی و کناره گرفتنم رو اما میذاش با یه نگرانیم واسه مادرم. منم زیاد اهمیتی بهش نمیدادم. فقط میخواستم زودتر مادرم خوب شه. حالش خوب بشه تا با هم برگردیم ایران و اسم حسام رو از زندگیم حذف کنم. دروغ بود اگر میگفتم دوستش ندارم. اما بدجور دلم رو شکسته بود. به خاطر پول و موقعیت شغلیش بدجور بازیم داده بود. گذشته منو میدونست من از جمیل رکب خوردم. البته نمیدونست به خاطر پول دارایی هانی اون بلا سرم اومده. فکر میکرد از سر کینه قدیمی میخواستن اذیتم کنن و خودش هم درست همین بلا رو سرم آورده بود. اونقدر قصه تو دلم بود که حس میکردم دارم کم میارم. خاله اصرار داشت برگردم خونه، اما من نمیخواستم برگردم تو اون خونه و با اون مرد عوضی زیر یه سقف باشم. نمیخواستم دیگه بازیچش باشم.
روز سوم بود و تازه تماس تلفنیم رو با ایمان قطع کرده بودم و خیالش رو راحت کرده بودم که هانی خوبه و پزشکش از روند بهبودیش راضیه. تو راه رو نشسته بودم که پرستاری به هم نزدیک شد و با انگلیسی دست و پا شکسته‌ای که بلد بود به هم فهمون هانیه به هوش اومده. از ذوق محکم بغلش کردم و ازش تشکر کردم. آخ که دلم لک زده بود برای بغل کردن مادرم و بوسیدنش. به خودم قول داده بودم دیگه یه لحظه هم تنهاش نذارم. کمی بعد در بخش مراقبت‌های ویژه باز شد و چشمم به هانیه افتاد که با چشمای باز روی تخت دراز کشیده بود. با هیجان به سمتش رفتم. پرستار چیزی گفت که متوجهش نشدم. هانیه ماسک اکسیژن رو از روی صورتش کنار زد و با لبخندی ملیح گفت خوبی عزیز دلم. بوسه‌ای به دستش زدم و بی حرف همراه کادر اونجا به سمت اتاق خصوصی که اما ایوب براش گرفته بود رفتیم. اتاق مرتب و خوبی بود. حدوداً 12 متر بود که بخشش توسط یه پارتیشن کرم رنگ جدا شده بود و کمد و یخچال و سرویس بهداشتی اون قسمت بود. یه تخت برای بیمار و یه تخت برای همراه تو اتاق بود و تلویزیون بزرگی هم روبروی تخت قرار داشت. هانیه رو روی تخت خوابوندن و بعد از وصل کردن ماسک اکسیژن و چک کردن ضربان قلب و فشارش ما رو تنها گذاشتن. با رفتنشون ذوق زده نزدیک رفتم و بوسه محکمی به صورتش زدم. نصف جونم کردی مامان. به خدا از نگرانی خواب و خوراک نداشتم. الهی قربونت برم. چرا اینجوری شدی؟ هانیه با لبخندی محو و صدایی که از ته گلو خارج میشد زمزمه کرد. ببخش جون دلم. همش درد سرم واسط. با بغض سرم رو کنار تختش گذاشتم. اون لحظه هیچی از خدا نمیخواستم جز اینکه مادرم رو واسم نگه داره. نه زندگی با حسام برام مهم بود، نه موندن تو کشوری که داشتم بهش خو میگرفتم. فقط و فقط سلامتی هانیه واسم مهم بود. تو حال هوای خودم بودم که در اتاق باز شد و خاله با شوق وارد شد و مشغول قربون صدقه رفتن خواهرش. کمی خودم رو عقب کشیدم و سعی کردم نگاهم به نگاه حسامی که همراه خاله بود نیفته. آخ که اگر هانیه میفهمید خواهرزادش چه بلایی سر دخترش آورده معلوم نبود چی به سرش میومد. خاله که سرش گرم حرف زدن با هانیه شد، حسام قدمی به سمتم برداشت. سرشو نزدیک گوشم آورد و آهسته گفت کی میخوای این موضوع رو به خانواده ها بگی؟ نگاه تندی بهش انداختم و طوری که هانیه نشنوه گفتم فعلا خفه شو. شعور نداری؟ حال مادرمو نمیبینی مردک؟ میخوای سکتش بدی باز؟ حسام که هیچ وقت تا اون روز خشم و عصبانیت من رو ندیده بود کمی خودش رو جمع جور کرد و ازم فاصله گرفت. هرگز نمیخواستم هانیه چیزی بفهمه. حداقل تا زمانی که حالش بهتر میشد و از بیمارستان مرخص میشد اجازه نمیدادم شوک دیگه‌ای بهش وارد بشه. بعدها کم کم میتونستم ماجرا رو براش بگم جوری که هیجان زده و مضطرب نشه. خاله با هیجان به سمتم برگشت و گفت دیدی جون دلم؟ دیدی گفتم دلم روشنه؟ گفتم خواهرم تنهامون نمیذاره. حالا که خیالت راحت شد برو خونه عزیزم. امشب من پیشش میمونم. تو هم چند روزه نرفتی سر خونه زندگیت. با اعتراض گفتم تنهاش نمیذارم خاله. تا زمانی که مرخص نشه من جایی نمیرم. خاله با سرزنش گفت هانیه جان تو یه چیزی بهش بگو. 3 روز بیهوش بودی عین این 3 روز اینجا بوده. نه خونه رفته نه به زندگیش رسیده. نه حتی درست درمون غذا خورده. به خدا از پا میفته. هانیه اشاره‌ای بهم کرد. برو عزیزم. میبینی که حالم خوبه. صدیقه هم که هست. نگران چی هستی دخترکم؟ نمیخواستم برم. اما اونقدر خاله اصرار کرد که دیگه نتونستم مقاومت کنم. راستش خودم هم خسته بودم. 3 روز تموم روی صندلی بیمارستان نشسته بودم و فقط یه بار برای دوش گرفتن خونه رفته بودم. از طرفی میخواستم برم تکلیفم رو با اون حسام عوضی روشن کنم و بهش بگم حق نداره چیزی از رابطمون به هانیه بگه. مثل همین بعد از کلی سفارش مادرم رو بوسیدم و همراه حسام از بیمارستان بیرون زدم. حسام ماشین رو روشن کرد و به سردی گفت تصمیمت چیه؟ میخوای چیکار کنیم؟ پوزخندی زدم و گفتم تصمیم من؟ مگه نظر و تصمیم من واسه تو مهمه؟ مگه تو پست فطرت کسی غیر از خودت رو آدم حساب میکنی؟ مگه وقتی داشتی نقشه میکشیدی تا به خاطر پول و اون باشگاه لعنتی که بهت وعده دادم به من ضربه بزنی از تصمیم من پرسیدی؟ نفس عمیقی کشید و خواست حرفی بزنه که سری گفتم خواهشاً خفه شو و دهنتو ببند، چون با هر کلمه‌ای که بگی منو از خودت بیزارتر میکنی. تو کی هستی حسام؟ یه نامرد عوضی که جز خودت و منافع خودت هیچی برات مهم نیست. یه لجن تمام عیار
که براش مهم نیست چه بلایی سر آدمای اطرافش میاره. لعنتی، تو گذشته منو میدونستی من چقدر زخم خوردم از آدمای اطرافم. اون وقت چطور تونستی انقدر کثیف باشی که این بلا رو سر منو زندگیم بیاری؟ لعنتی، از اول به من میگفتی نقشت چیه؟ میگفتی هدفت از ابراز علاقه دروغینه چیه تا منم دل نبندم بهت. اینو گفتم و ناخودآگاه گریم گرفت. دیگه بس بود برام. دیگه ظرفیت هیچ درد و غم دیگه ای رو نداشتم. خسته بودم. از دنیا و آدماش خسته بودم و قطعا اگر هانیه نبود، همون لحظه که سرعت ماشین داشت لحظه به لحظه بالاتر میرفت، خودمو از اون زندگی خلاص میکردم تا از این همه درد و رنج رهاشم. حسام که خشم و عصبانیت منو دید ساکت شد و دیگه هیچی نگفت. جلوی در خونه که رسیدیم از ماشین جدید حسام که به خاطرش منو نابود کرده بود پیاده شدم و با قدرت تمام درش رو به هم کوبیدم و به سمت ساختمون رفتم. باید با ایمان حرف میزدم. هم بهش خبر میدادم که مادرم به هوش اومده، هم خبردارش میکردم که چی به سرم اومده. حسام پشت سرم وارد خونه شد و با حرص گفت: چرا عصبانیت تو سر ماشین من خالی میکنی؟ داشتم از حرص و خشم دیوونه میشدم و این خونسردی و حق به جانب بودن حسام حالم رو بدتر میکرد. مردک عوضی زندگی منو تباه کرده بود. فکر در ماشینش بود. نگاهی به اطراف انداختم و چشمم به گلدون کریستال روی میز افتاد. بدون فکر کردن به عواقب کارم گلدون رو برداشتم و با تمام قدرت به سمتش پرتش کردم. حسام توی حرکت ناگهانی خم شد و سرش رو دزدید. هرچند نشونه گیریم افتضاح بود، اما گلدون 2 روز جلوی پای حسام زمین خورد و 1000 تیکه شد. حسام با بهتان و باوری نگام کرد. باورش نمیشد دختر خونسرد و آرومی که تا اون روز نه خشمش رو دیده بود و نه اشکش رو به این مرحله از جنون رسیده باشه. برای چند لحظه انگار مات حرکت من بود. بعد با بهت گفت: دیوونه شدی احمق. جیغ زدم و گفتم: آره دیوونه شدم. توی عوضی لجن دیوونم کردی. تویی که بهم گفتی دوستت دارم. تویی که میدونستی چقدر این جمله میتونه یه دختر رو وابسته کنه. توی بیشرفی که روح و احساس من برات مهم نبود دیوونم کردی. با گریه روی زمین آوار شدم. کل انرژیم تحلیل رفته بود انگار. دیگه نه جونی برای بحث کردن داشتم، نه توانی واسه حمله کردن. حسام بی حرف مشغول جمع کردن خورده های گلدون شد. اما انگار حرفی واسه گفتن نداشت. خودشم میدونست تو این ماجرا تمام و کمال مقصره و نمیتونست هیچ جور خودش رو بیگناه جلوه بده. به سختی از جا بلند شدم و به سمت اتاق مشترکم با حسام رفتم. نگاهی به تخت بزرگ وسط اتاق انداختم. چقدر وقیح بود که میدونست کارش داره با هم تموم میشه، اما بازم به بازی کردن ادامه میداد. با غصه چند دست لباس بیرونی و خونگی از تو کمد برداشتم. وسایل شخصیمو جمع کردم و تو کیف بزرگی ریختم و بردم تو اتاق مهمون. باید تصمیم جدی واسه زندگی میگرفتم. حسام که دید من اتاق مشترکمون رو خالی کردم، بی حرف وارد اتاق شد و در رو بست. نشستم روی تخته نفره اتاق که روز اول برای هانیه خریده بودیم. قرار بود بعد از ماه عسلی که می‌خواستیم بریم دبی، هانیه بیاد و چند روزی پیشمون بمونه. چه برنامه‌ها ریخته بودیم. ماه عسلمون رو حسام خودش به تعویق انداخته بود. میگفت یه سری کار دارم باید انجام بدم تا بعد با خیال راحت بریم. نگو آقا دیگه نمی‌خواسته خرج و مخارجی رو دست خودش بندازه. آهی کشیدم و خیره شدم تو آینه گرد میز آرایش و زمزمه کردم: حق نداری گریه کنی هما. حق نداری واسه از دست دادن این مرد بی‌لیاقت قطره اشک بریزی. بس هرچی گریه کردی و قصه خوردی. اولین بارت نیست زمین میخوری. بازم باید بلند شی. تو روزای بدتر از اینو داشتی، اما تونستی از پسشون بر بیای. دلداری دادم به خودم اما هیچ فایده‌ای نداشت. من روزای سختی رو گذرونده بودم، اما اعتراف میکردم هیچ کدوم به سختی ترک کردن حسام نبود. من احمق دوستش داشتم. حتی حالا که فهمیده بودم چه رکبی به هم زده، آرزوم بود در اتاقو باز کنه و بگه شوخی کردم. به یه سر به سرت گذاشتم تا ببینم چقدر دوستم داری، یا اصلا در اتاقو باز کنه و بگه اشتباه کردم، بگه جوونی کردم و خطا کردم، بگه ببخش و بیا درستش کنیم که با تمام غرورم به خدا که میبخشیدمش و از نو شروع میکردم، چون این دل بی صاحبو بهش باخته بودم. نیم ساعتی نشستم و دل سیری گریه کردم. فکر میکردم راحت میتونم بگذرم از مردی که نامردی رو در حقم تموم کرده بود، اما اعتراف میکردم که سخت بود. بعد از نیم ساعت وقتی دیدم گریه و ازاری فایده ای نداره، موبایلمو برداشتم و زنگ زدم به ایمان.
اول از همه خیالش رو بابت مامان راحت کردم و گفتم منتقل شده به بخش و بعد ماجرای حسام رو براش تعریف کردم. واقعا جز ایمان کسی رو نداشتم تا ازش مشورت بگیرم. ایمان بعد از تموم شدن حرفم کلی سکوت کرد. طوری که فکر کردم تلفن قطع شده. اما وقتی اسمش رو صدا زدم با بهت گفت داری سر به سرم میذاری هما. هانی انقدر از حسام تعریف کرده بود که من ندیده خیالم راحت بود بابتش. با غصه گفتم هممونو فریب داد. به خاطر پول و ثروتی که از باباش میخواست بگیره گند زد به زندگی و احساس من. ایمان گفت وایسا ببینم هما. حسام که از املاک تو خبر نداره. چیزی که بهش نگفتی. راستش میخواستم بهش بگم. اما انگار خواست خدا بود که هر بار دهن باز میکردم تا ماجرا رو براش بگم اتفاقی میافتاد که منصرف میشدم. یه بار گوشیش زنگ میخورد. یه بار یادم میومد غذام رو گازه. یه بار نمیفهمیدم بحث رو از کجا شروع کنم و اینطور شد که نگفته بودم. واسه همین به ایمان گفتم نه ایمان خبر نداره. مامان اصرار داشت کسی از ماجرا با خبر نشه. باز خوب خبر نداره. اگر میدونست واسه ثروت تو هم نقشه میکشید. مغموم گفتم حالا من باید چی کار کنم ایمان؟ اینجا خیلی تنها. به هیچ کسی هم اعتماد ندارم. نمیدونم کار درست چیه. از طرفی نمیخوام هانی یه چیزی بفهمه. تازه به هوش اومده. اگر بفهمه خواهرزادش چه بلایی سر من آورده دوباره حالش بد میشه. ایمان کمی سکوت کرد و گفت میخوای من بیام؟ گفتم میتونی بیای؟ باید پیگیر شم. یه کاری کن هما. به شوهر خالت بگو از اون ور راحت میتونم برام ویزای 3 ماهه یا 40 روزه بگیرن. بگو ایمان نگران هانی است. میخواد بیا دیدنش. میام اونجا فکرامونو میریزیم رو هم. اون وقت یه کاری میکنیم. فقط ازت میخوام به خودت مسلط باشی. خودتو نواز عزیزم. تو اتفاقات بدتر از اینو از سر گذروندی. باید قوی باشی. محکم باشی. من میام و حساب اون مردک و کف دستش میذارم تا فکر نکنه بی کس و کاری و هر غلطی بخواد میتونه بکنه. باشه گفتم و باهاش خداحافظی کردم. اگر ایمان میومد خیالم راحت میشد. دلم گرم میشد به بودنش. واسه همون روز ماجرا رو به عمو گفتم و شماره ایمان رو بهش دادم و ازش خواستم برای گرفتن ویزاش اقدام کنه. بهونه حال هانیه رو آوردم و بهش گفتم هانیه اگر ایمان رو ببینه زودتر حالش خوب میشه. و اونم دیگه مخالفتی نکرد. اون شب و تو اتاق مهمون موندم. حسامم تا دیر وقت پیداش نشد. فردای اون روز با شنیدن صدای به هم خوردن در کابینتا سریع از جا بلند شدم و از اتاق بیرون زدم. میخواستم سری به هانیه بزنم و مجبور بودم به حسام رو بندازم. حسام پشت میز نشسته بود و مشغول خوردن چای بود. با دیدنم نیم نگاهی به هم انداخت و صبح خیر آرومی گفت. با لحنی سرد گفتم میخوام برم دیدن هانیه. سر راهت منو برسون. سری به نشونه مثبت تکون داد. سری رفتم حاضر شدم. رنگ و روم پریده بود و هیچی از گلوم پایین نمیرفت. وارد سالن که شدم حسام بدون اینکه نگام کنه گفت رنگ به صورت نداری. یه چیزی بخور. پوزخندی زدم و گفتم بهت نمیاد نگران من باشی. نه ترس. بلایی سرم بیاد جسم بیجونم رو دست تو نمیمونه شوهر نمونه. بعدم جلوتر ازش از خونه بیرون زدم. خشم و بغض بدی کل وجودم رو گرفته بود و دلم میخواست این خشم رو سر یکی خالی کنم. حسام قفل ماشین رو زد و با طعنه گفت حرستو سر ماشین من خالی نکن لطفاً. حرسم میگرفت ازش. این ماشین براش مهمتر از حال و روز من بود. اونقدر وقیح بود که اصلا نمیتونستم باور کنم این مرد همون حسام شوخ و با محبت گذشته باشه. سوار ماشین شدم و در رو آروم بستم. راست جونی برای لج و لجبازی نداشتم. حس میکردم 1000 سالمه و از اون روزی که از خونه خانم جون زدم بیرون 100 سال میگذره. سرم رو به شیشه ی ماشین تکیه دادم و بعد از سکوتی کوتاه گفتم مادرم حال خوبی نداره. اینو خودت داری میبینی و نیازی به گفتن من نیست. اگر بفهمه خواهرزاده عزیزش چه آبزیرکایی بوده و چه بلایی سر دخترش آورده معلوم نیست چی به سرش میاد. دکتر ایرانش گفته بود که هیجان و اضطراب براش این سمه. واسه همین نمیخوام فعلا چیزی بفهمه. از من بیزاری باشه. ولی به خاطر سلامت خالت که شده یه مدت دندون سر جیگر بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. بی خیال گفت آخرش که چی؟ میخوای چطور بهش بگی؟ از این همه وقاحت لجم میگرفت. اما فعلا وقت دعوا نبود. واسه همین به سردی گفتم اونش به تو ربطی نداره. خودم میدونم چطور بهش بگم تا حالش بد نشه. اما اول باید از بیمارستان مرخص شه. حال عمومیش که بهتر شد خودم بلدم یواش یواش چطور بهش بگم که چی شده. تا رسیدم به مقصد دیگه هیچ کدوم حرفی نزدیم.
جلوی بیمارستان که رسیدیم خواستم از ماشین پیاده شم که حسام صدام زد. مکث کردم و بی تفاوت به سمتش برگشتم. واسه اولین بار شرمندگی رو تو چشماش دیدم. سرش رو پایین انداخت و آروم گفت ببخش منو. من مجبور بودم. مادرم تهدیدم کرده بود اگر با تو ازدواج نکنم سهام باشگاه رو که در اصل نام خودش بود ازم میگیره. مدام به هم فشار می آورد. من اشتباه کردم هما. فکر نمی کردم کار به اینجا کشیده بشه. هیچی نگفتم و بدون اینکه جوابش رو بدم از ماشین پیاده شدم. نمیدونستم تو این اتفاق کی رو باید مقصر بدونم. خاله‌ای که با لجبازی پسرش رو مجبور کرده بود با من ازدواج کنه یا حسامی که به طمع پول تونسته بود زندگی یه نفر رو اینطور بازیچه قرار بده و به نابودی بکشونه. یا اصلا خودم رو مقصر بدونم که خام بازی کردن حسام شده بودم. نمیدونم. وارد سالن شدم و به در اتاق که رسیدم ضربه‌ای به در زدم و وارد شدم. خاله با دیدنم که شغسی به خودش داد و گفت سلام عزیز دل خاله. با حسام اومدی؟ سری تکون دادم و گفتم مامان چطوره؟ دکتر دیدش؟ آره عزیزم. فعلا وضعیتش ثابته. اما دکتر گفت باید تحت نظر باشه مدتی. منتها خودش لش کرده میگه مرخصم کنید. رفتم بالای سرش. خواب بود و زیر چشمای درشت و خوشگلش گود افتاده بود. با غصه گفتم ببریمش ایران بهتر نیست؟ دکتر خودش یکی بهترین دکترای قلب ایرانه. راستش به فکر خودم هم رسید دخترم. با دکترشم در میون گذاشتم. اما میگه با این وضعیت قلبش سفر براش ممنوعه. آهسته گفتم چی شد که اینجوری شد خاله؟ کسی بهش زنگ زده بود؟ با کسی حرف زده بود؟ خاله کمی فکر کرد و گفت نه جونم، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. گوشیشو چک کردم. آخرین بار با تو صحبت کرده بود. دکترش گفته مشکل از باتری قلبش بوده. گویا علائمی هم از قبل داشته اما بروز نداده. گفتم خیلی خوب، شما برو خونه خاله. تا فردا خودم پیشش میمونم. خاله مخالفت کرد و گفت تو تازه عروسی هما جان. بچه‌م حسام گناه داره به خدا. با حرص نگاش کردم. دلم میخواست بهش بگم پسرش چه بلایی سرم آورده. یا اصلا بگم خودش چه بلایی سرم آورده با این اصرار بی خود و بی جهتی که به پسرش کرده. اما مکسی کردم و نفس عمیقی کشیدم و بعد گفتم دیشب شما بودی خاله. امشب من باشم بهتره. اینجوری هیچ کدوم خسته نمیشیم. بعدم حسام خودش اصرار داشت من بمونم. از بس مامانو دوست داره خیلی نگرانشه. خیلی دلم میخواست همه چیز رو به خاله بگم و بندازمش به جون پسر احمقش. اما نه حوصله بحثو داشتم و نمیخواستم تا قبل از اومدن ایمان کاری بکنم. خاله که رفت منم سرمو گرم مرتب کردن اتاق کردم. بعدم با اصرار مادرم بردمش حمام و با کمک پرسنل بیمارستان لباس تمیزی تنش کردم. موهاشو براش شونه زدم و کمی خوش کردم و بافتم و به اصرار خودم ناخنش رو هم گرفتم. کارم که تموم شد هانیه دستمو گرفت و با حالی خراب گفت هما جانم نگام کن ببینم. میترسیدم از نگاهم بفهمه چقدر داغونم. واسه همین از وقتی اومده بودم سعی میکردم نگاهم رو ازش بدزدم. نیم نگاهی بهش انداختم. مامان دستی به صورتم کشید و گفت منو حلال کردی مادر. بابت تمام روزایی که باید کنارت میبودم و نبودم. من تو رو تنها گذاشتم و رفتم پی دلم. پی عشق و عاشقیم. اما به خدا اگر راهی برای موندن بود هرگز حتی یک ساعتم از خودم دورت نمی کردم. خدا شاهده هرگز فکر نمی کردم مجید از پست بر بیاد. می گفتم مستحصل میشه و خبر میفرسته پی من که بیا دخترتو بردار و ببر. اما نشد. مجید هیچ وقت هیچ پیغامی واسه من نفرستاد که بیام دخترمو ببرم. فقط پیغام فرستاد که دخترم مرده. بوسه‌ای به دستش زدم و گفتم نزن این حرفو مامان. من از گذشته خبر دارم. میدونم به چه حال و روزی افتادی که مجبور شدی چشم ببندی روی منو بری. معلوم نبود اگر میموندی چه بلایی سرت میومد. خواهش میکنم با فکر کردن به گذشته خودتو عذاب نده عزیزم. من خیلی دوستت دارم. اما اگر میخوای حلالت کنم باید پیشم بمونی. باید مراقب خودت و قلبت باشی. تنها بذاری من تنها ترین آدم روی زمین میشم. مامان با بغض گفت نگو این حرفو. تو تنها نیستی قشنگم. حسامو داری. خاله و عموت رو. میدونی که اونا تو رو عین دخترشون دوست دارن. آخ یه کاش میتونستم واقعیت رو بهش بگم. ولی میترسیدم. از قلب مریضش. از رنگ و روی پریدش. از هشدار دکترش که گفته بود هیجان بعدی ممکنه جونش رو به خطر بندازه. واسه همین سکوت کردم و حرفی نزدم. سرم رو گذاشتم کنارش روی بالش و با بغض نالیدم. تازه پیدات کردم مامان.
عین بچه چند ماهه‌ای که تازه مادرش رو شناخته. حقم نیست زود از دستت بدم. دکتر رو هشدار دادن هیجان بعدی ممکنه زبونم لال به قیمت جون تموم شه. پس ازت خواهش میکنم مراقب خودت باش، به خاطر منی که خیلی بهت نیاز دارم. تو رو خدا اینقدر هرس و جوش گذشته رو نخور. از اون گذشته یه لعنتی بیا بیرون. الانو نگاه کن که کنار همین. مامان سری تکون داد. نگران نباش دخترکم. من روزای سختی رو پشت سر گذاشتم و این قلب نیم بند همراه هم بوده. بعد اینم کمکم میکنه. واسه اینکه بحثو عوض کنم گفتم راستی دیروز زنگ زدم به ایمان. قرار شد اما ایوب کاراشو درست کنه که یه سر بیاد اینجا. حسابی دلتنگته. مامان اما یهو با اعتراض گفت به اون چرا گفتی؟ بی خود نگرانش کردی. حالا هم باید از کار و زندگیش بزنه بیاد اینجا. میبینی که حالم خوبه. گفتم خب نمیتونستم بهش دروغ بگم که. 3 روز بیهوش بودی، اونم مدام زنگ میزد سراغ تو میگرفت. منم مجبور شدم بهش بگم چی شده. حالا هم بیاد چه اشکالی داره؟ هم فاله هم تماشا. خدا رو چه دیدی؟ شاید اونم از اینجا خوشش اومد، دست زنشو گرفت، آوردش اینجا، همه دور هم بودیم. هانیه مخالف اومدن ایمان بود. میگفت ایمان تازه داره کارشو شروع میکنه، نباید به خاطر من مجبورش میکردی این همه راه بیاد اینجا. ولی من واقعا به حضورش نیاز داشتم. با آشناهایی که عمو ایوب داشت 10 روز بعد ویزای ایمان آماده شد. درست روزی که هانیه با پاکتی پر از قرص و دارو از بیمارستان مرخص شده بود. توی اون قریب 2 هفته‌ای که هانیه بیمارستان بود با خاله نوبتی پیشش میموندیم. دلم نمیخواست حتی یه لحظه هم تنهاش بذارم. مخصوصاً که چشم دیدن حسام رو هم نداشتم. اما مجبور بودم فعلا نقشه یه زن عاشق پیشه رو بازی کنم تا به وقتش تلافی بلایی که سرم آورده بود رو سرش در بیارم. ایمان میگفت نباید ساده از حسام بگذری. میگفت حسام که دیگه برای تو شوهر نمیشه. باید با ترک کردنش اما کاری کنی که تمام اموالش رو از دست بده و من خوب میدونستم اگر خاله بفهمه گل پسرش چه بلایی به سر من آورده به راحتی از حسام نمیگذره. مامانو آورده بودیم خونه و منتظر بودیم تا شب ایمان برسه. با اصرار خود مامان برده بودیمش خونه ی خاله. حسامم که بیقراری منو دید پیشنهاد داد ما هم چند روزی بیاییم و خونه ی خاله بمونیم. خودش هم رفت و وسایل شخصیمون رو جمع کرد و به طور موقت ساکنی که از اتاقای طبقه بالا شدیم. با کمک خاله هانیه رو که به شدت ضعیف و لاغر شده بود روی تخت خوابوندیم. خواستم برای عوض کردن لباسم از اتاق بیرون برم که هانیه مچ دستمو گرفت و گفت میخوام باهات حرف بزنم هما جان. بعدم نگاهی به خاله انداخت و گفت با هما تنها میذاری آبجی؟ خاله کمی دلخور شد انگار، اما سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت. با رفتنش مامان زمزمه وار گفت برو ببین کسی پشت در نباشه. آهسته از جا بلند شدم و به سمت در رفتم. در رو باز کردم و نیم نگاهی به اطراف انداختم. خاله رفته بود پایین و کسی بالا نبود. برگشتم داخل و با نگرانی گفتم چیزی شده مامان؟ مامان انگار حرفی که میخواست بزنه رو مزه کرد و گفت یه چیزی میخوام بهت بگم. تا امروز شک داشتم تو گفتنش، اما حقته که بدونی. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.